این مرد 7 روز توی آب گذرون و شاید باورت نشه اگه بگم چه اتفاقاتی براش افتاده. دیوید بلین یه شعبده‌باز حرفه‌ای به مدت 1 سال تمرین میبینه تا بتونه 7 روزو مستقیما توی کره پر از آب توی نیویورک سیتی بگذرونه. همه چیز اوکی پیش رفت تا روز دوم که دیوید از بیماری ریش به شدت رنج می‌برد و همه تیم‌های پزشکی اومده بودن تا اونو متقاعد کنن که دیگه این کارو نکنه، ولی دیوید هیچ جوری از کارش دست نکشید. روز 7 رسید و بعد از 7 دقیقه تقریبا میشه گفت دیوید بلین مرده بود. وقتی تیم‌های پزشکی میفهمن سریعا به سمتش میرن و جونشو نجات میدن، ولی این پایان کار دیوید بلین نبوده. اون میخواسته یه رکورد جهانی دیگر هم ثبت کنه. 2 سال تمرین میکنه و در 30 آوریل 2008 رکورد جهانی حبس کردن نفس و زیر آب به مدت 17 دقیقه و 4 ثانیه میشکنه.